مهاجرت کردی رفتی یه کشور دیگه، میری توی فروشگاه میخوای یه محصولی رو بخری، پشتش انگلیسی یا ترکی نوشته شده. گوشیتو بر میداری میری توی این برنامه که توی ادامه ویدیو بهت میگم، بازش میکنی برنامه رو، میری به بخش ایمیج، حالا از نوشته پشتش یه عکس میگیری. این قسمت که میذاریش روی انگلیش، زبان مقصدت هم میذاری روی فارسی. حالا جا نگاه کنید، زوم میکنم قشنگ و متن پشت رو برای من به فارسی ترجمه کرد. یه قابلیت باحال دیگه ای هم که این برنامه داره، رو همین 3 نقطه که بزنید تو قسمت تب تو تاک که بیاید اینجا میتونید فارسی صحبت کنید و براتون به انگلیسی ترجمه کنه. مثلا من اینو میگم، میشه بهم بگی چرا آیفون 14 تو ایران رجیستر نمیشه؟ Can you tell me why the iPhone 14 is not registered in Iran? اسم این برنامه سیهایه. اگر زبانت خیلی خوب نیست بهت پیشنهاد میکنم حتما دانلودش کن، چون خیلی به کارت میاد وقتی میری مسافرت یا قصد مهاجرت داری.